آقا سلام، امیدوارم حال دل همتون خوب باشه. متین هستم. این اولین ویدیو منه. میخواستم خودمون داخل این ویدیو معرفی کنم، محتوامو اینا هم بهتون بگم که اگه دوست داشتین حساب بکنین تا بیشتر ویدیو منو ببینین. 1.5 سال قبلا میخواستم استریم بکنم، بعدش عوض شد بریم یوتیوب و این چیزا دیگه. یوتیوب هم شروع نکردیم، میترسیدم بیام جلو دوربین دیگه. الان واقعا اصلا برام مهم نیست قضاوت کردن اینا، چون هی داره علاقم بهش بیشتر میشه و اینکه واقعا نمیدونم اصلا برام مهم نیست که در مورد من چی میگن، هر اتفاقی بیفته. خیلی خوشحال میشم از من حمایت بشه، قطعا برای هر کسی دیگه هم باشه این هست، یعنی همه خوشحال میشن که ازش حمایت بشه. وضعیت دوربین گوشیم خرابه، فکر کنم همین الان هم داره لگ میگیره و زود حرف بزنم، به خاطر همین دوربین گوشیم خرابه واقعا. مثلا نمیدونم انقدر لگ میگیره، نمیدونم برای چیه، ولی سعی میکنم بهتر و بهترش کنم. خودم به نظر خودم که به بالاترین جایی که دوست دارم میرسم. همیشه اون چیزی که تو ذهنم بود از یوتیوبر حس میکنم به اونجا میرسم. هدفم هم الان نمیگم، بعدن احتمالا یه ویدیو چیزی در موردش بدم و این چیزا. سبک محتوای من فان، تفریحی. من اسکل هم هستم، یه خورده خوبه برای این کارا. دیگه پایه شد برای استارت یوتیوبر. امیدوارم هرچی که خیلی پیش بیاد. فعلا خداحافظ.